دو وارد بریم. AB پارالل است به CD. AB و CD اینها پارالل هستند. از اینجا ما X رو باید بیابیم. پرپندیکولار اینها 90 گرادوسی دو شده هستند. در اینجا خصوصیت های پارالل چی هستند؟ اگر اینجا 70 گرادوس باشد، این کنج جمع 70 هم وقت به 180 برابر است. یعنی این کنج به 110 برابر است. یعنی 110 جمع 70 هم وقت به 180 برابر است. و از اکنون ما اینجا چهارکنجه داریم. سوم درونی چهارکنجه هم وقت به 360 گرادوس برابر است. هر دوی 90 داشته است. یعنی 90 جمع 110 جمع x برابر 360 است. و از اینجا ما داریم 110 جمع x این هم وقت به 180 گرادوس برابر است. x برابر 70 می شود. یعنی این نمود سوال ها اگر بینید 90 داشته باشد، سوم دوی این کنج هم وقت به 180 برابر است.